استاد در مسئله همین قرآن از یاد کنی استاد قرآن از یاد میکنیم و بعد یک چند روز مقصد از یادمون اون سوره ها میبراید و در قرآن از یاد کنی کمتر تنبلی میکنیم. مقصد یکون توصیه میده استاد شما؟ بله، اساسا حفظ در 1 ساعت میشه. 1 صحیفه قرآن، 1 روی قرآن در 1 ساعت حفظی خوب میشه. لیکن این اگر پگاه بس فردا هفته آینده تکرار نکنید از بین میرد. قرآن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که از شتر دیده تیزتر کنده میکنند. شتر صاحب گردنی کلان و غفص، گردن غفص. شتر اگر بگه از گردنش بسته ماند کنده میکنند. بنابراین تیز شتر خبر گرفته ایستادن لازم. کسی که تیز خبر نگیرد شترش کنده کرده دور میرد یا که الکی از چشم غایب شده است. اگر تیز خبر گیرد، اگر رفت و کنده کرده باشد حالا شتر میبیند که خورده رفت است، رفته قبیله میبیاد. شتر از همه تیز کنده میکند برای اینکه گردنش غفص میکند این ریسمان ها را. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه قرآن حفظ شده از شتر هم تیزتر کنده کرده میرود. اگر اهمیت ندی، خبر گرفته نیستی و معنای تکرار کرده نیستی، میبرود. بعضی برادرها قرآن حفظ میکنن بی تکرار تا قل اعوذ برب الناس میبود از سوره بقره که بقره نیست الکی، یا بقره حفظ میکنه آل عمران حفظ میکنه بقره نیست الکی، چون که اول به تکرار کردن نکن. بنابراین استاد قرآن همین خیلی که امروز 1 روز سپردید می فقط دوم روی میسپرید با 1 روی هم میپرسد، فردا 3م روی حفظ میکنید این 2 روی پیش از یاد کردگیتون هم میپرسد. یعنی حافظ استاد همین خیلی باید باشد. حالا درباره حفظ کردن قرآن ان شاء الله یگان برنامه میکنیم. اسلوب حفظ قرآن، آسان ترین راه برای حفظ قرآن یا برنامه میکنیم ان شاء الله. نواری علاهیده میشه.